ببینید سیر رو توی کتابای طب سنتی و عربی به نام ثوم، ثوم یا ثوم با سه نقطه ثوم میگن. ثوم یا سیر خواص مزاجش گرم و خشکه. خیلی از اول شدیم خیلی میگن سیر برای مثلا ضد عفونی کردن خوبه. بله، سموم رو جذب میکنه. سیر خاصیت سمزدایی داره. بهش میگن توی طب سنتی تریاق. تریاق یعنی چیزی که وارد بدن بشه و سم رو از بدن چیکار کنه؟ دفع کنه. حالا همین سیر رو با توی شیر بپزن، پخته بشه، قشنگ جا بیفته، حل بشه، کامل پخته بشه توی یکم سرکه شیر و پخته که شد، با کره گاوی محلی دوباره به قوام بیاد چندین ساعت تا این جا بیفته، خامیش از بین بره و پخته باشه، به این میگن معجون سیر یا معجون ثوم. بسیار ترکیب خوبیه که برای درد مفاصل، مشکلات بدن، درد، نمیدونم سردی، قوت، انرژی و سمزدایی از بدن. حالا با عسل هم مخلوط بشه عالی میشه. سیر خیلی میگن رقیق کننده خونه. سیر مرقق خون میگه حکمای ما، رقیق میکنه خون رو. اما خیلی میگن برای فشار خون سیر بخور. اگر فشار خون از نوع سرد باشه و غلظت و اینا باشه، سیر رقیق میکنه، فشار رو میاره پایین، خیلی خوبه. اما اگر فشار خون از نوع گرم باشه، طرف مزاجش گرمه، سیرم بخوره که برای چی؟ فشارش ممکنه بالاتر هم بره. پس سیر در کسانی که فشار خونشون غلیظه، خون غلیظی دارن، فشار خون سرد دارن، سیر رقیق میکنه، گرم میکنه، بهتر میکنه، فشار رو متعادل میکنه و خوب میکنه. بحث فشار خونم لازمه یه جلسه بپردازیم. مثلا ما فشار دیاستول بالا، سیستول بالا، کدوم بالا، فشار بالایی یا پایینی کدوم بالا میره و اینا چه اتفاقاتی در اینا میفته توی قلب، توی عروق که این فشار بالا میره و چی کار بکنیم که این فشار بهبود پیدا کنه. در هر دو حالت خیلی میبینیم فشارشون 18 روی 10، فشار بالایی میاد 18 میاد 15 میرسه ولی اون 10 پایین نمیره و اینا اذیت میشن. چه کارهایی میکنیم، چه اتفاقی میفته، اینا رو یه جلسه ما میذاریم اصلا در فشارخونه‌های مختلف گرم و سرد صحبت کنیم. اما در مورد سیر داشتیم میگیم. سیر رو خیلی وقتا برای باز کردن عروق هم استفاده میکنن. خیلی‌ها میگن سیر و لیمو ترش بگیرن با هم دیگه مخلوط کنن، میکس میکنن. حالا بعضیا عسل میزنن، بعضیا میپزنش حتی معده رو اذیت نکنه. مقدار مصرفش خام و پخته و نمیدونم، بعضیا میگن حب سیب در روز بخوریم، سیر در روز بخوریم، مثلا این خاصیت رو داره. ببینید اون بستگی به مزاج آدم‌ها و شرایطشون داره که افراد ممکنه بعضی معده ها رو اذیت کنه خام باشه، باید بپزن. بعضیا رو باید ترشی سیر 7 ساله میگن، واقعا تریاقه. تریاق یعنی سمزدایی میکنه از بدن، باعث تقویت. سیر یکی از خواصش اینه که باعث طول عمر میشه، باعث جوانی و نشاط میشه. سیر جا افتاده درست، حالا چه پخته چه توی اتاق اینا هم سیر بذاری، تو تاقچه جایی مختلف چند تا ظرف سیر بذاری، سموم رو جذب میکنه. سیر و پیاز باعث جذب سموم از فضا اینا میشه. پس ببینید ما از سیر میتونیم استفاده های خیلی مفیدی بکنیم، خیلی خوبه. سر سفره 7 سین هم همین وجود سیر میتونه سمزدایی و جذب بعضی از املاح و چیا داشته باشه و اثر خوبی داشته. این گذاشتن سیر از روی حکمت و فلسفه فهم و شعور بوده که یکی از سمزداهای محیط و بدن ما هست. حالا روش‌های استفاده از سیر هم روش‌های متفاوتیه که ان شاءالله اونا باید متشکرم آقای دکتر. اگر موافقید بریم سراغ بعدی سماق. از این برام ببینیم. من اول در مورد شما یعنی کلی داستانه ببینید من یه جایی نشسته بودیم، یه دوستی دیدم هی دستش اینجا داره، یه جای مهمونی بودیم، هی داره به خودش میپیچه. درد دندان بوده. دندونم گفت اصلا عصبش داره گزگز میکنه، داره سیخ میزنه اصلا تو مخم میگه کار کنه. اصلا از چشاش اشک میومد، اینجوری به خودش میپیچید. دیدم سماق رو سفره است، یه مقدار سماق برداشتم، ببین سماق بردار، یه ذره سرکه، سماق، سرکه، سیب دیگه نه، سیرم نه، همین دو تا رو فعلا سماق و سرکه رو برداشتم، یکم لیمو ترش و نمک هم بهش اضافه کردم، خمیرشو گفتم آروم آروم مرتب بذار روی، با یه دستمال کاغذی چیزی بود، پنبه هم نبود، گفتم بذار روی موزه و مرتب اینو تکرار کن. درش چند گفت دکتر تلقین کردی یا واقعا خوب شد؟ گفتم تلقین چیه؟ تو یک ساعت داری میگه 4 تا مسکن فلان خوردم، اینو خوردم، این موزه عصب رو آروم کرد، حس عصب بهتر کرد و
بسیار. پس سماق همراه این قبضش باعث بهبودی میشه. تسکین درد. بعد خوردن سماق، ببینید برای اوره، برای کراتینین، برای تغییر رادها، اصلا سماق رو با کباب میخوردن. سماق قابضه، قبض میده، هضم رو درست میکنه، دباغی معده میکنه. بعد اخلاط رو برای مثلا صفرا چیزای دیگه بریزه اذیت بکنه، اینا هم جلوشو میگیره، نمیذاره این اخلاط مواد زائد بریزه از نوازل و مواد زائد به جایی بریزه که اذیت بکنه. در کنار این من خیلی میگم پاهامون کوفته است، خسته است، تو این فصل هم زیاده تو بار، میگه اصلا نمیتونیم راه بریم. من میگم 3 روز روزی 2-3 بار سماق بخورید، دمنوش سماق، پودر سماق، نمیدونم با غذاتون بخورید، هر جور میتونید روزی 2-3 قاشق چای خوری یا مربا خوری یا غذا خوری به حسب مزاجتون سماق بخورید. 3 روز بعد میگه ای کوفتگی ها رفت، مایچه‌ها داره درد میگیره رفت، اورات‌ها رو دفع میکنه، کمک میکنه به بهبودی و اثرات بسیار خوبی سماق. تقویت معده هم میکنه، به اندازه خورده بشه چربی، مخصوصا تریگلیسیرید رو قشنگ پایین میاره سماق، رو کلسترول اثر داره، چربی‌ها رو هضم رو بهتر میکنه. و میگم استفاده از سماق اگه درست انجام بگیره و مسیر درستی بشه برای افراد توی چی خواص زیادی داره. توی شستشوهایی که تو زخم‌ها خیلی جای دیگه اتفاق میفته ازش استفاده میکنه، میشه آب سماق رو جوشون، برای قرقره کردن میشه نمک و سماق و یه کمی یه چند قطره هم سرکه مثلا قرقره کرد، فوق العاده قرقره فوق العاده التهاب رو کم میکنه، گلو درد و ورم گلو. بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر. آره نه اون دنیایی که فکر کنم فقط یه قطره ای ازش بود، من تقریبا یک